مردی اگر زن خدا تهمت به زنا میزنه یا به عمل فحشا، در این صورت مرد باید 4 شاهد به می دعوای خود تیر کنه. 4 شاهد قسمی شاهدی بده که بگوین ما فرجی مرد داخل فرجی زن دیدیم و به همین قسم کسا دیدیم که اینا زنا میکردن، همین حالت شاهدی بدهن. اگر شاهدیشان قسمی بوده باشه که یکی بگه ما دیدیم در بغل از این نشسته بود، یکی بگه ما دیدیم در یک اتاق نشسته خلوت نشسته بودن، یکی اگر شاهدی بوده که اینا را دیدیم با هم چکر رفتن، باز این شهادتی قبول نیست. اگر شاهد پیش کرده نتونست مرد، باز این صورت در میان زن و مرد ملعنه صورت بگیره. ملعنه تو است که مرد استاد میشه 4 مرتبه قسم یاد میکنه که من امی گپی را که بالای امی همسرم میزنم دمی راستگو است، دروغ نمیگه. و در مرتبه 5 میگه لعنت خدا بالای من بوده باشه که من دمی گپ دروغ بگم. و باز زن استاد میشه برای دفاع از نفس خود 4 مرتبه قسم یاد میکنه که ما ای کار انجام ندادم و امی شوهری ما دروغگو است، در امی قسمش و در امی دعواش دروغگو است. و در مرتبه 5 میگه غضب خدا بالای ما بوده باشه که اگر این راست بگه، یعنی اگر این راستگو باشه باز غضب الله بالای ما باشه. به مجردی ملاعنه در میان از اینها فراق می آید، جدایی می آید، دیگر حاجتی طلاق نیست، اینا از هم جدا میشن، دیگر باید هم نزدیک شده نمیتونن و رجوع هم کرده نمیتونن. اگر مرد آماده ملاعنه نیست و نفی میکنه که اصلا در میان ما تو نکاحی صورت نگرفته یا تو اصلا خانی میمنیستی، این به این معناست که این مرد زن خدا به الفاظ کنایی طلاق داده. این را میگن الفاظ کنایی طلاق. پس این زن از وقتی که شوهرش این الفاظ تلفظ میکنه و برش میگه، از همون وقت عده خدا حساب کنه و بشمارد تا با وقتی 3 حیض تیر شدنه. در این فرصت تلاش بکنن که با هم رجوع کنن و زندگی خود از سر آغاز کنن بهتر و بدون جنجال، بدون تهمت. اگر میسر نشد، عدت تیر شد و مرد رجوع نکرد، پس اینا از هم جدا میشن. دیگر درست نیست که زن با همسر شوهرش یک جا شوه و همچنان شوهر با زن یک جا شوه، مگر اینکه شوهر اگر خواسته باشه باز به نکاح جدید، مهر جدید، نکاح جدید، شهود جدید و باز از سر نکاح میکنه. و با می اگر نکاح کرد باز زندگی خود ادامه میدن. باز اگر طلاق داد باز 2 طلاق دیگه برش باقی میمونه. بعد از یک طلاقی که داده 2 طلاق دیگه نزدش است که اگر او 2 طلاق دیگه را هم داد باز حرمتی ابدی در میانشان می آید. بارک الله فیکم.